اگه شما هم از طرفدارای کیک‌های کاراملی هستید با ما همراه باشید، چون قراره دستور پخت کیک را آموزش بدیم که بدون همزن، بدون فر و بدون اندازه‌گیری آماده میشه. تخم مرغ ها رو هم بزنید تا یک دست و کرم رنگ بشن. شکر رو به تخم مرغ ها اضافه کنید و کمی هم بزنید. حالا آرد، پودر کاکائو، وانیل و بیکینگ پودر رو به مواد تخم مرغی اضافه کنید و هم بزنید. البته اضافه کردن پودر کاکائو اختیاریه. بعد هم شیر و روغن مایه رو به ترتیب به مواد اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کامل یک دست بشن. در این فاصله اگه هنوز هم چنل رو دنبال نمی کنید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. برای درست کردن کارامل اول شکر رو داخل تابه بریزید و روی شعله متوسط قرار بدید. کمی صبر کنید تا شکر شروع به ذوب شدن بکنه. حالا شکر رو با قاشق چوبی مخلوط کنید تا نسوزه. وقتی تمام شکر ذوب شد، کره همدمای محیط رو بهش اضافه کنید و هم بزنید. ممکنه در ابتدا کمی شکر ذوب شده سفت بشه. نگران نباشید. کمی اونو هم بزنید و برای مدتی به مواد فرصت بدید تا دوباره ذوب بشن. حالا موزها رو داخل کارامل بچینید. به جای موز از هر میوه دیگه‌ای که دوست دارید میتونید استفاده کنید. بعد هم مواد کیک رو روی موزها بریزید. تابه رو به مدت 20 تا 30 دقیقه روی شعله کم گاز قرار بدید تا کیک کامل بپزه. یادتون باشه حتما از شعله پخش کنی استفاده کنید تا کیک نسوزه. حالا کیک میوه و کارامل شما آماده است. نوش جان. اگه ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید.